به سیستم کسب درآمد سایت پرشین افی خوش اومد. توسط این ویدیو به شما آموزش میدیم که چجوری میتونید با این سیستم کار بکنین و از طریق پیج فیسبوکتون کسب درآمد بکنین. اولین کاری که شما باید وارد قسمت مربوط به کنترل پنل بشین و اگه هنوز ثبت نام نکردین قسمت ثبت نام رو پر بکنین و درخواست عضویت بدید. پس از ارسال درخواست عضویتتون و پس از بررسی اکانت شما ساخته میشه و براتون ایمیل خواهد. توجه کنید که برای قسمت ثبت نام شما باید حتما تمام قسمت ها رو پر بکنید. نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تماس، کلمه عبور، نام کاربری و نام بانکی که حساب دارید. اگه داخل ایران هستید میتونید نام بانکتون رو وارد کنین، سامان، رفاه، سپه یا حالا هر چیز دیگه هست. اگر خارج از کشور هستین و حساب پیپل دارین کافیه در این قسمت بزنید پیپل. در این قسمت شما شماره کارت یا شماره حسابتون رو وارد میکنین. ترجیحاً اگه سامان باشه سریعتر میتونیم انتقال وجه رو واسهتون انجام بدیم، ولی اگه حساب دیگه شما دارین کافیه که شماره کارت یا شماره حسابتون رو وارد کنید. اگه هم که خارج از کشور هستین و پیپل دارین آدرس پیپلتون وارد کنید و در این قسمت شما نام صاحب حساب رو وارد میکنید که باید با نام خانوادگیتون یکی باشه. در قسمت آدرس های پیج های شما هم آدرس های پیج هایی که دارین رو وارد میکنین. در هر قسمت اگر شما با مشکلی مواجه شدین میتونید با قسمت پشتیبانی یا ایمیل ما یا قسمت پشتیبانی آنلاین در تماس باشین و سوالتون رو بپرسید. توسط این سیستم شما میتونید که از طریق پیج‌های فیسبوکتون کسب درآمد کنید. پس از عضویت اطلاعات ورود شما برای شما ایمیل میشه و از این طریق میتونید نام کاربری رمز ورودتون رو بزنید و وارد شید. وارد اکانت میشیم. پس از ورود شما با این صفحه مواجه میشین. در این قسمت اطلاعیه‌های عمومی قرار میگیره. اگه که اطلاعیه خاصی باشه در این قسمت وارد میشه و تمام اعضای سایت میبینن. در اعتبار شماست که شما اعتبار اکانت خودتون رو میبینید. در کنترل پنلتون شما در قسمت سمت راست هزینه‌هایی رو میبینید که تک تک براتون توضیح خواهیم داد. در قسمت کسب درآمد شما اطلاعات مربوط به کسب درآمد رو میبینید. نحوه کار به این صورت هست که شما یه لینک اختصاصی دارین و لینک رو تو پیجتون شیر میکنین یا وقتی که تبادل میکنین لینک مخصوص خودتون رو میدین برای تبادل و اون رو پیج‌های دیگه شیر میکنن و هر بازدیدی که به اون لینک بیاد برای شما درآمد کسب میکنه. تعداد بازدیدها و درجه کاربری میبینید. درجه کاربری 2 برای کسانی هست که تازه عضو شدن. هر 10,000 بازدید 80,000 ریال پرداختی به شما خواهیم داد. درجه کاربری 3 برای کسایی هست که فعال‌ترن و درجه کاربری 4 برای کسایی که خیلی فعال‌ترن. در قسمت اطلاعات حساب شما مشخصات مربوط به حساب کاربریتون رو می‌بینید. رتبه کاربری شما 2 هست. موجودیتون 2000 تومانه که به عنوان هدیه موقع ثبت نام براتون در نظر گرفته شده. تراکنش‌ها قسمتی هستش که شما خاص پرداخت میدین. مشخصات پرداختی شما در این قسمت برای شما نمایش داده میشه. پیغام‌های شما پیغام‌هایی هست که مدیر سایت برای شما ارسال میکنه. این حساب هنوز حساب بانکیشو ارسال نکرده و ادمین ازش خواسته که اطلاعات حساب بانکیشو ارسال کنید. در قسمت آدرس‌های اختصاصی برای لینک اول و لینک دوم شما آدرس 2 تا از پیج‌های شماست که توسط سیستم ما کوتاه شده. این شما وقتی وارد این لینک میشین وارد یه لینک تبلیغاتی میشین که در آخر میرسه به پیج خودتون. در صورتی که شما موقع ثبت نام 2 تا پیج وارد کرده باشین که پیج دومتون رو میبینین که یوزر فقط یه دونه پیج وارد کرده. اگه شما 2 تا وارد کرده باشین مشخصات لینک دومتون رو میبینین. کافیه که یکی از این 6 تا لینک رو توی پیجتون شیر کنین. حالا بر حسب سلیقه خودتون هر کدوم که راحت ترین یا هر دومینی که دوست دارین فرق نمیکنه. تمام اینها هست یک آدرسه ولی فقط دامنش فرق میکنه. لینک رو من انتخاب میکنم، کپی میکنم و تو پیجم شیر میکنم. میتونین یه متن واسش بزنین، برای مثلا یه عکس بزنین برای دیدن ادامه عکس ها به لینک زیر مراجعه کنید. متنش با شما هست و ما هیچ دخالتی توی چیزی که شما شیر میکنید نداریم و دل بخواه شما هست که چجوری میخواین بازدید کننده و فنهای پیجتون رو به لینکتون بفرستین که جذب بشن و بازدید بکنن. این قسمت پایین برای کسایی هست که صفحه خوشامدگویی ثبت نام کردن و برای کسب درآمد نیست. پس این قسمت رو در نظر نگیرین برای اینکه کسایی که
درآمد ثبت نام میکنن رتبه کاربریشون 2 هست. اگه رتبه کاربری شما 1 هست، این به این معناست که شما در صفحه خوشامدگویی شرکت کردین که اطلاعاتش پایین هست. پس این قسمت رو در نظر نگیرید و فقط برای کسایی هستش که صفحه خوشامدگویی هستن. بعد از اینکه شما این لینک ها رو شیر کردین تو پیجتون، میتونین آمار بازدید لینکاتون رو ببینید. برای مثال آمار بازدید لینک اول شما، ما روش کلیک میکنیم، میبینیم که هیچ بازدیدی نداشته، در صورتی که شما لینک مخصوص خودتون رو شیر کرده باشین، شما تعداد بازدیدی که ارسال کردین اینجا میبینین و هر چقدر باشه اون معادل تومن هستش. اگه شما 1000 بازدید ارسال کرده باشین، 1000 تومن برای شما اعتبار سایت در نظر گرفته میشه. بدون لینک ها میشیم که ببینید چه چیزی این تو هست، چه چیزی داخل لینک هست. بله، وارد یک صفحه میشه که از بازدید کننده درخواست میکنه که برای شرکت در قرعه کشی آیپد تمام دکمه ها رو لایک بکنه و ایمیل و شهرش رو انتخاب بکنه. و در قسمت سمت راست بالا متاسفانه در این تصویر موجود نیست، ولی اگه شما خودتون کلیک کنید میبینید که یه لینکی هست که در صورتی که فرد تمایل نداشته باشه در قرعه کشی شرکت کنه، با کلیک بر اون لینک وارد پیج شما میشه. پس از اینکه شما بازدید ارسال کردین برای این لینک، ببینید که یک بازدید بوده که من همین الان وارد اون پیج شدم و تمام ریز بازدید شما میتونید ببینید از کجا بوده و به هیچ عنوان نمیشه تقلب کرد، چون ما فقط بازدیدایی که از طریق فیسبوک مد نظر میگیریم. که بازدید شما به 10,000 هیت رسید، میتونید درخواست پرداخت بدین و کافیه در این قسمت کلیک بکنین. شماره حساب یا شماره کارت داخل ایران هستین، اگه خارج از ایران هستین شماره پیپلتون رو دوباره وارد میکنین، مبلغی که مد نظرتون رو وارد میکنین. توجه داشته باشین موجودی شما به تعداد هیتس هایی است که شما فرستین. اگه شما سال 20,000 هیتس فرستاده باشین، 20,000 تومان در سایت موجودی دارین، پس میتونین درخواست گرفتن 20,000 تومان از سایت بکنید. حداقل پرداخت 10,000 تومان هست، یعنی شما اگه مثلا 9,000 تومان موجودی داشته باشین نمیتونید درخواست پرداخت بدین و درخواست پرداختتون رد میشه. حتما باید حداقل 10,000 تومان باشه، یعنی 10,000 هیتس. وقتی 10,000 هیتس فرستادین، از این قسمت شماره کارتتون مبلغ درخواستتون رو وارد میکنین و درخواست پرداخت میدین. شماره کارت وارد میکنم، ولی حالا مثلا یه شماره کارتی من میزنم، همینجوری یه شماره تست میزنم و مبلغی که مد نظرم هست رو وارد میکنم. اگه که 1000 بازدید فرستادم، 10,000 تومن معادل 100,000 ریال وارد میکنم و درخواست پرداخت میدم. یه کد پیگیری به شما میده، مبلغتون رو میزنه و تاریخی که درخواسته و وضعیت در حال بررسی. پس از اینکه تایید شد و آمار بازدید شما توسط ادمین تایید شد که حداقل 10,000 بازدید فرستادین، پول به حساب شما واریز میشه و در قسمت اطلاعات حساب، در این قسمت تراکنش ها برای شما نوشته میشه که در چه تاریخی چه مبلغی برای شما به حسابتون واریز شد. در صورتی که هر گونه مشکلی دارین یا احتیاج به پشتیبانی دارین، کافیه به قسمت درخواست پشتیبانی بیاین و پس از وارد کردن یوزر پستون دوباره، چون یوزر پس رو باید دوباره وارد کنین در این قسمت، میتونین پشتیبانی جدید بدین، اهمیتش رو معلوم کنین که چقدر تیکتتون مهم هست و نمایش درخواست‌های پشتیبانی. میتونین لیست پیغاماتون رو ببینین و جوابایی که ما واسهتون ارسال کردیم. و در صورتی که ادمین سایت یا مسئول پشتیبانی آنلاین باشه، شما میتونید آنلاین با مسئول پشتیبانی چت بکنید و سوال یا اگه مشکلی هست برطرف کنید. دارم که میتونید به راحتی با این سیستم کار بکنید. خیلی راحت میتونید ارسال بازدید، لینک هایی که مخصوص شماست، کسب درآمد بکنید. خیلی راحت هست. شما وقتی که پیج فیسبوک دارین، وقتی که تبادل میکنین، به جای اینکه لینک پیج خودتون رو بدین شیر کنن، میتونین لینک مخصوص خودتون تو سایت پرشین افی رو بدین، بازدید ارسال کنین برای متناتون و درآمد کسب کنید. رو که خواستین به حداقل میزان موجودی رسید، درخواست پرداخت بدین و پولتون رو به حسابتون داشته باشین.